عدد اتمی رو میتونی توی 5 ثانیه حساب کنی. عدد اتمی مساوی است با عدد جرمی منهای تفاوت دو چیز به اضافه بار تقسیم بر 2. تفاوت دو چیز یعنی تفاوت نوترون پروتون یا تفاوت نوترون و الکترون. نگاه کن. عدد جرمی 45، تفاوت نوترون پروتون 3 هست. عدد اتمی رو حساب کن. تمام شد. عدد اتمی مساوی است با عدد جرمیمون 45 منهای تفاوت نوترون پروتون من چنده بچه‌ها؟ 3. باری هم که نداریم، این تقسیم بر 2 میشه 42 دوم میشه 21. خیلی راحت. اینو نگاه کن. میگه تفاوت نوترون الکترون 16. عدد اتمی رو تو این بگو. خب عدد جرمی اینجا چقدر بچه‌ها؟ 93. پس عدد اتمی مساوی است با عدد جرمی 93 منهای تفاوت دو چیز. اینجا تفاوت نوترون و الکترون هست 16 به اضافه بار. اینجا بار داریم، بارم با علامت میذاری ها بچه‌ها، منفی باشه با منفی، مثبت مثبت. تقسیم بر 2 که اونم بچه‌ها چی میشه؟ میشه 98 من 16 میشه 82. تقسیم بر 2 به دست میاد چقدر؟ 41. خیلی خوشگل.